تجربه جهانی نشان داده تا یک سکتور قوی ملی ساختمانی وجود نداشته باشه کمک های جهانی جذب نمیشه. من میخوایم در جمله اولین اقدامات یک 600 شرکت ساختمانی افغانی را به صورت اساسی به پای استاد کنیم و در این چارچوب ضرورت است که برای انسجام از اینا افغانستان یک شرکت قوی بین‌المللی را بخره تا ما بتانیم معیارهای قرارداد بانک جهانی را، بانک آسیایی را، اتحادیه اروپا را و عضوای متحده امریکا را فراهم کنیم. در این چارچوب یک قسمت زیاد کمک ها از پروژه های خرد گذشته میتونه و تمرکز با پروژه های بزرگ. دوم، نوع پروژه سازی باید فرق کنه. ما فعلا پروژه های بسیار خورده گرفتیم که حسابدهی از این معلوم نیست. ما میخوایم تمرکز سر یک سلسله اهداف بسیار واضح کنیم. مثل چی وار؟ 10,000 مگاوات برق در 10 سال آینده تا آبهای ما هم از نگاه داخل و هم از نگاه منطقه عیار شود. فراهم نمودن برق خرد برای 40% قرای افغانستان. هر قریه افغانستان که یک آسیا آب داشته باشه یا یک آبشار 3 متر داشته باشه در ظرف 3 سال صاحب برق شده میتونه به شکلی که ما انسجام درست بگیریم. در قسمت سرکسازی امروز قیمت سرک القوی قسمت آخرش که بادغیس به هرات ارتباط میکنه تخمینش رسیده به 1,000,000 فی کیلومتره، در حالی که وقتی که من طرح گذاشته بودم این میتونست به 120,000 فی کیلومتر فراهم شد. بنابراین در این قسمت یک قسمت تغییرات اساسی از طرف ما برای ایجاد ظرفیت ملی کار است. دوم، فساد اداری را ما باید اصلاح کنیم. وقتی که افغانستان پنجمین مملکت دنیا، دولت افغانستان چون ملت فاسد نیست، دولت به حیث پنجمین فاسدترین دولت دنیا تلقی شد، دنیا حاضر نیست که کمک‌های خود از راه دولت بده. بنابراین اصلاحات اساسی در نهادهای ملی ما مخصوصا در وزارت مالیه و وزارت‌های کاری ضروری است تا این. سوم، بحث با اروپا و امریکاست راجع به نوع تغییر کمک و ای در چارچوب یک اداره سالم صورت گرفته می‌تونه.